سلام و درود خدمت دوستان کانال MNJ. بچه یه ماه بود که یه هفته یا یه ماه بود که کچل به ما مأموریت نمیداد، ما هم خسته شده بودیم. گفتیم بیایم براتون یه ویدیو تست سرعت همه ماشینا رو بذاریم ببینید کدومشون میتونه بهترین ماشین داخل این ویدیو باشه. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. تا آخر ویدیو با ما همراه باشین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نیما هم با ما هستش. سلام بچه. خب این ایده نیما بود که گفت بیان یه ویدیو برای بچه ها بذاریم که تست سرعت باشه. خب ما ویدیوهای دیگه هم گذاشتیم، بریم ببینین. مثل آره مأموریت سیمیونو که 100% بریم ببینید، خیلی خفنه. لایک هم فراموش نشه. تا ما میریم به پیست برسیم شما لایک کنید. یه پیست معروف هم هست که حالا ببینیم. خب بچه این ماشین صورتی که شما داخل ویدیو قبلی میدیدین الان فقط ما رنگش عوض کردیم، نه تقویتش کردیم نه چیزی، که داخل چیز اسمش چیه، حق کسی خورده نشه، حق ماشینای چیزی. خب ما میخوایم از این تست سرعت بگیریم. خب پیست ما هم خیلی طولانیه تا آخرش. این پیست هم هر کی گفت مال کیه یا مال صاحبش کیه ما کامنتش رو پین و لایک میکنیم. خب ما ثانیه میگیریم ببینیم این ماشین توی چند ثانیه میتونه به آخرش برسه، به آخر پیست. خب ما فقط رنگش عوض کردیم، تقویتی نه موتورش رو تقویت کردیم نه هیچ کار دیگه ایش هم نکرد. خب بریم. نه برو از اول بچه ها میریم چون این ثانیه با این یکی نبود. از اول 1 2 1 2 3 تا الان 10 ثانیه بود، داره همینطوری میره. توی 20 ثانیه و 31 صدم ثانیه این ماشینمون به آخر پیست رسید. بچه ها توی ادیت هم می‌ذاریم. خب الان ما بریم برای ماشین بعدی، با ما همراه باشید. خب بچه هم با ماشین بعدیمون این آفرود هستش که داخل ویدیو هم میبینید. یه آفرود رو هم تست کنیم و تا بریم برای ماشین بعدی. خب ما تایمر میگیریم. ماشین قبلی 20 ثانیه و نمیدونم 31 اینا بود. خب بریم برای استارت. 1 2 3. خب یعنی توی چند ثانیه میتونه آخر پیست رو ببینه. به نظر من کمتر از اینه، دارم بیشتر. بله فقط
2 ثانیه بیشتر از اون هست. بریم برای ماشین بعدی، با ما همراه باشید. خب بچه ها ما دوباره اومدیم و یه ماشین جدید آوردیم، اسمش هم نمیدونم چیه. حالا ما میخوایم بریم ببینیم این ماشین میتونه رکورد ماشین های قبلی رو بزنه یا نه. 1 2 3. داره میره، داره خوب میره. واقعا باور نکردنیه بچه ها. یه چیزی نشونه بدم، اون ماشین اولیه بود که خیلی سرعت داشت، اون تونست 20 ثانیه بره، ولی این 18 و 45 ثانیه قشنگ تمام کرد. فعلا برنده ایشونه، برنده این ماشین هستش. ولی بچه ها خواهیم یه ماشین بیاریم جاده رو بخوره، زمین رو بخوره. بریم برداریم و بیاریمش. خب بچه ها به آخرین ماشین رسیدیم و پرسرعت ترین ماشین ما فقط رنگش کردیم. این هم از توی سایت سفارش داریم. خب بریم. 1 2 3. خب داره میره، ببینه این میتونه رکورد بقیه ماشینا رو بزنه یا نه. خب خیلی داره با سرعت میره. ما بخوریم به یه جا 10 متر پر شدیمه. 10 ثانیه تمام. 18 و 20 ثانیه. 18 و 20 ثانیه. 18 و 20 ثانیه. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه و یه کانال MN گیم دیگه بدرود. بله الان میبینی. خب منم خدافظیمو بکنم. خب بچه یه ویدیو یه چنل دیگه بدرود.